Hello dear brothers and sisters, welcome to Dunyo Zabon. Salom do'stoni giromi, barodaroну khoҳарони арҷманд, хуш омадед ба Dunyo Zabon ба канали Dunyo Zabon. дарси 35 аст аз силсила дарсҳои англисӣ аз китоби New Grammar Time 1. خب درسی گذشته در باره همون have و has بود که گرفتیم، چند تمرین کار کردیم و در این درس نیز یک یا دو تمرین کار میکنیم. خب در تمرین رقم 5 میگوید choose and write، انتخاب کن و نویس. در اینجا is آمده است و s apostrophe s دو بار استفاده می شود، do و doesn't و has نیز دو بار تلفظ استفاده می شود، comes یعنی یک بار، play یک بار. خب در این متنی که این زوی ترتیب داده است، این را یک مکتوب هست، زوی دارد مکتوب می نویسد به دوگانه‌اش و دوستش لیزا. خب در اینجا میگوید My teacher's name is Mrs. Jones. نام معلمه من خانم جونز است. She's young یعنی وی جوان است and pretty و زیبا است. pretty برای زنها گفته می شود، برای مردها handsome یعنی handsome برای مردها. here خب در اینجای خالگی افاتا here. خب here's افاتا نمی شود، do برای جمله سوالی است، doesn't جمله انکاری، has. خب here has a photo. خب here has a photo I mean here has شاید که درست بگیرد، نه here is a photo. here is a photo یعنی اینجا رسمی وی است، همون اپوستروف اس میاد چون که در درون قوس نوشتگی که دو بار استفاده می شود. خب یک بارش در سطر یکم استفاده شد و دویمش رو در این سطر دویم استفاده میکنیم. خب اپوستروف اس یعنی here's a photo یعنی اینجا صورتی هست. she خب در اینجا has می آید، has she has long brown hair and green eyes و وی موی سری دراز و موی سری قهوه رنگی دارد و چشمانی سبز دارد. she خب اینجا doesn't می آید، doesn't. خب she doesn't have a big car but she has می آید در اینجا but she has a hug dog. بیا but she has a hug dog. خب وی خب این کلمه حج را ترجمه شد در زیر همین نوار. سلام الرحمن دیدی تبگی انا bye خب she has a hug dog. his name خب در اینجا is می آید، his name is
Bobby every Friday Bobby خب در اینجا comes می شود comes to our school and we play در اینجا باشد play می شود play در اینجا باشد play می شود خب play with him و ما همراه وی بازی میکنیم خب در اینجا باشد do میاد do you have a photo of your teacher love Zoe خب یک بار از اول ترجمه میکنیم My teacher's name is Mrs. Jones. نام معلمه من خانم جونز است. She is young and pretty. وی جوان است و زیبا است. Here is a photo. اینجا رسم است. She has long brown hair and green eyes. وی موی دراز قهوه‌رنگی و چشمان سبز دارد. She doesn't have a big car. وی ماشین کلان ندارد. She has a hug dog. خب این hug dog را خب dog سگ میشد اما hug dog این را ترجمه شد در پریمیر می نویسیم این حال در ذهنم نیست یا که در زیر کامنتری در زیر شرح می نویسیم His name is خب Bobby و نامی وی بابی است نامی همون شاید که سگش رو در نظر دارد چون که در اینجا کلمه dog آمد Every Friday Bobby comes to our school and we play with him هر روز جمعه every Friday بله هر روز جمعه وی به مکتب ما می آید و ما همراه وی بازی میکنیم Do you have a photo of your teacher تو رسم داری از معلمه خودت یگان رسم داری از معلمه خودت از معلمت خب love زوی یعنی با محبت زوی خب در اینجا تمرین ششم میگه write about your teacher answer the questions میگه درباره معلمت نویس با سوال ها جواب ده What is your teacher's name What is your teacher's name یعنی نام معلمت یا معلمت چی است نه خب اینجا نام معلم رو می نویسیم خب my teacher's name is خب is Mr. میرزا Mr. میرزا یعنی جنابی میرزا است آقای میرزا خب Does your teacher have long or short hair یعنی آیا معلم تو موی دراز دارد یا موی کوتاه دارد He has short hair و موی درازی کوتاه دارد خب Does your teacher have brown blue or green eyes خب اینجا می نویسیم که my teacher has brown eyes یعنی معلم من چشمانی قهوه رنگی دارد خب Does your teacher have a car آیا معلم تو ماشین دارد Yes Yes he has
خب does your teacher have a pet؟ آیا معلمی تو حیوانی خانگی دارد؟ Yes. Yes he has. Yes he has. خب تمرین رقمی 7 play a game یعنی بازی کنید. think of a person in the class درباره یک نفری که در صنف است فکر کنید، اندیشه کنید. guess the person اون نفر رو تخمین کنید، یعنی تخمین کنید بیاین. is it a girl or a boy؟ it's a girl یعنی یک نفر میگه که خب ما یک نفر تخمین کردم، در ذهنم یک نفر گرفتم و نفر دیگر میپرسد که is it a girl or a boy؟ وای پسر است یا دختر؟ خب نفر دیگه میگه که it's a girl یعنی وای دختر است. does she have long hair؟ آیا وای موی دراز دارد؟ yes she does بله دارد، یعنی بله موی سر دراز دارد. does she have a red school bag؟ آیا وای جزدان سرخ دارد؟ خب yes she does بله وای دارد. و این پسر میگه is it Kara؟ is it Kara؟ شاید سارا باشه در اینجا. is it Kara؟ yes it is یعنی بله هم است. یعنی یک نفر رو تخمین میکنن و نام اون رو دیگر کسا میکوبن. خب از اینجا وظیفه خانگی برای شما لطفا همین و 5 سوال جواب دهید در کامنتاریا. خب این 5 سوال چی است؟ خب لطفا به این من همین سوال ها جواب گردانید. خب این رو من کلان میکنم وزیر تا که در اکران خوب نمایان باشد. خب تا که یکم کس نگه که حرفا معیده بدن ما ندیدیم و به هم خاطر ننویستیم. خب لطفا به 5 سوال جواب گردانید در کامنتاری که در صفحه است و خب در زیر همین ویدیو باشه باز خوبتر میشه. What is your teacher's name؟ What is your teacher's name؟ یک سوال. What is your teacher's name؟ نام معلم شما چی است؟ نام معلم شما چی است؟ یعنی هر کس معلمی خودش بگه که نام معلمش چی است مثلا. خب اگر یعنی گفتن نخواهد نام معلمش یا نام دیگر مثلا میتونن که استفاده کنن. Does your teacher have long or short hair؟ یعنی آیا معلم تو موی سر دراز دارد یا موی سر کوتاه دارد؟ خب اینش هم که یگان جای اشکالش نیست که اگر بگیم که موی سر کوتاه دارد که موی سر دراز دارد. یعنی بسیاری از انسان ها هم موی سر دراز دارن هم موی سر کوتاه دارن. Does your teacher have brown, blue or green eyes؟ آیا معلم تو چشمان قهوه رنگی دارد یا چشمان کبود دارد یا چشمان سبز دارد؟ سوال چهارم. Does your teacher have a car؟ آیا معلم تو ماشین دارد؟ خب داشته باشد می‌نویسیم دارد، نداشته باشد می‌نویسیم که ندارد. Does your teacher have a pet؟ آیا معلم تو حیوان خانگی دارد؟ خب حیوان خانگی یعنی سگ، گربه، خب طوطی، دیگر حیوان خانگی چی است؟ مثلا گاو، گوسفند، این چیزایی که در خانه حیوان‌های رام یعنی حیوان‌های خانگی بسیاری از ما و شما داریم. خب با این سوال ها خواهش میکنیم جواب نویسین. اگر وقتتون کم باشه، وقتتون تنگ باشه، وقت نداشته باشین، با یک سوال هم که جواب دادین میشود. یعنی از این 5 سوال یک تاشو انتخاب کنین نویسین. مثال دیگه من رقمی 2 رو انتخاب میکنم. Does your teacher have long or short hair؟ آیا معلم تو موی سر دراز دارد کوتاه؟ می‌نویسیم که my teacher has short hair. 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 معلم من موی سر کوتاه دارد. خب با همین درس امروزه به پایان رسید. تا درس های نوبتی خدا نگهدار. See you tomorrow. Goodbye.
خب درس آینده درباره prepositions of time می شود، یعنی جانشین های پیشوندهای زمانی.